میخوای انگشترتو موکل دار کنی، نرو پیش یه مش دعانویس کلی هزینه میدی، هیچ کاری هم برات انجام نمیده با جون دل. خودت دست به کار شو و بهترین نتیجه رو بگیر. بیا بهتون یاد بدم چی کار کنی. 3 تا شمع قرمز، 5 تا تخم مرغ و یه ظرف مسی. اسم مادر تو رو 5 تا تخم مرغ مینویسی، انگشترتو به این صورت به نخ میبندی، 15 دقیقه اینطوری روی شمع تاب میدی. اون دعایی هم که بهتون میگم آخر کلیپ رو پخش کنین. بعد از 15 دقیقه انگشترتو میذاری توی سینی تا خود صبح زیر نور مهتاب. دوستانی که میخوام بدونن اون دعا چیه، کلمه دعا رو برای من کامنت کنن. کسی هم که مشکل داره اسم مادرش رو برای من دایرکت بفرسته. به دیده منت با تمام وجود هر کاری در حد توانم باشه براش انجام میدم، مشکلش برطرف شه. حق نگهدارتون دوستان گلم.